بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. در حدیث آمد که مؤمن در دعا چون امان خواهد ز دوزخ از خدا، دوزخ از وی هم امان خواهد به جان، دوزخ از وی هم امان خواهد به جان، که خدایا دور دارم از فلان. به حرمت این دو مصرع شعری این شاعری که به ما و شما خبر دادند که در حدیث های پیغمبر خدا آمده است که وقتی که بنده مؤمن پناه از دوزخ طلب میکند، دوزخ هم از همان بنده پناه طلب میکند. به حرمت این حدیث پیغمبر خدا اولا ما و شما دعا میکنیم که خدایا ما نیز بندگان تو هستیم و طاقت عذاب تو را نداریم. خدایا از این مکان، از این منزلی پر عذابت این بندگان تا خدایا نگه بدار. خدایا ما را از وارد شدن و از افتیدن در چاه دوزخ خدایا نجات بده. خدایا ما را هیچگاه به راه دوزخ و به راه دوزخیان رهسپار مگردان. و بعداً خدایا باز مکان داری که پر از فتنه هست، پر از عذاب است، این قبر هست. یکی از دوستهای تو عثمان غنی از این قبر می ترسید و ریش مبارک از آب دیده تر می شد. خدایا ما نیز از قبر تو می ترسیم. فتنه هایی که در قبر هست، عذاب هایی که در قبر هست، خدایا از بالای ما بندگانت برداشته بگردان. خدایا با مجرد که ما را داخل قبر می گردانی، قبرهای ما را باغ از باغهای جنت ده مبدل بگردان و از نعمتهای جنتت خدایا برخوردار من بگردان. و خدایا ساعتی که گفتی آتیت لا ریب فیها، قیامت آمدنی است، در آمدن قیامت هیچ شک و شبهه نیست. ابوبکر صدیق گفتند پروردگارا مرا با برگ از برگهای درخت می آفریدی، ابوبکر نمی کردی، زیرا من از قیامت تو می ترسم. خدایا آن روزی پروحشت را هم برای ما آسان بگردان. نامه‌های اعمال ما را خدایا در روز قیامت به دست راست ما نصیب بگردان. خدا رحمت و مغفرت کند. علی رضی الله عنه را گفته بودند بهترین روز همان روزی که توبه بنده به سوی خدا قبول بگردد. خدایا امروز را برای ما بهترین روز بگردان. توبه های ما را خدایا به درگاهت مقبول بگردان و از رحمت و از مغفرت این ماه مبارک خدایا این جمعیت ما را برخوردار بگردان. گذشتگان ما خدایا رحمت و مغفرت بگردان. فرزندهایی که در سفر داریم سفرهای بابرار و بی خطر نصیب شان بگردان. آرامی را خدایا در روی دنیا علی الخصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام نگه بدار. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه گذشته از فضیلت ماه مبارک رمضان ما و شما برخوردار شدیم. الحمدلله که این ماه دو جمعه که از ما و شما سپری شد، به این ماه کمی ما و شما شاید آشنایی پیدا کرده باشیم و اگرچه
این جمعه های ماه رمضان اگر در حق ماه رمضان صحبتم کنیم ارزنده است و تا حال کم است. از این خاطر امروزه موضوعی که داریم یک بخشش بحر همین ماه مبارک رمضان است و بخش دیگرش یک چند سوال هایی که نزد ماست جواب میگردانیم و با طلب بسیاری برادرها که در موضوع قیامت صحبت کنیم. انشاءالله جمعه آینده اولا در باب اشراط قیامت، یعنی نشانه های قیامت. پیش از آنه که قیامت بالای ما و شما بیاید به خود نشانه های دارد که نشانه هاش بر شما صحبت میکنیم اگر زنده و سلامت باشیم. بعدا انشاءالله از دنبال وی در باب قیامت با شما صحبت میکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر خدا فرمودند کدام از امتان من اگر ماه مبارک رمضان را از روی ایمانداری روزه بگیرند و از روی صدق و از برای خدا اگر روزه بگیرند غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر خدا گفتند مغفرت کرده می شود تمام گناهایی که از این بنده گذشته بود. هر یک گناهی که از ما و شما گذشته بود خداوند اگر روزه ما و شما از برای خدا باشد، از ترس خدا باشد، از بحر خدا باشد و در داخلش هیچ جنایت و هیچ ویران کردن قانونی رمضان اگر موجود نباشد، خداوند گناههای ما و شما را مغفرت می‌گرداند. خوش به حال همه ما و شما که این ماه مبارک از ما و شما سپری می شود، روزهای او گذشته ایستاده است. ما و شما به تمام آن قانونهایی که هست با قدر قوت انجام داده ایستاده ایم. جمعه پیشین حدیث برای شما بیان کردیم که یک پارچه این حدیث این گونه آمده بود: من کان من اهل الصیام. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر روزدار باشد دعی من باب الریان. فردا روز قیامت تمام دروازه های جنت وقتی که مشتاقان خود و آدمان خود فریاد میزنند، روزدارها را یک دری هست در روز قیامت که نام او ریان است. این دروازه ریان فریاد میزده است کجاست روزدارها که داخل من شوند. سهل ابن سعد میگوید از رسول اکرم شنیدم که میگفتند ان فی الجنة بابا یقال له الریان. پیغمبر خدا خبر داده بودند که در جنت یک دروازه هست که نام او ریان است.